درود خدمت شما عزیزان و دنبال کنندگان پیج دیار شهریاران. به قسمت 4 این مجموعه میرسیم. امروز میخوایم در مورد جشن‌ها و مراسم آریایی و ایرانی در عهد باستان با شما صحبت کنیم. اما پیش از اون حتما بفشارید اون دکمه سابسکرایب رو و زنگوله رو و ما رو لایک کنید، و اگه دوستانی دارید که به تاریخ ایران علاقمند هستن حتما ما رو معرفی کنید بهشون، چون قسمت‌های زیاد جذاب دیگه‌ای در انتظارتون هست در این پیج. خب، از آیین‌های مشترک آریایی بگیم، مثل نوروز، جشن چهارشنبه سوری و جشن مهرگان و سده. جالبه بدونید که بیشترین شمارگان جشن‌ها در بین اقوام آریایی بوده. در همون زمان که در میان رودان هر بار سیل و زلزله می اومد، فرزندانشون رو یا اقوامشون رو قربانی می کردند و آیین‌های وحشتناکی اجرا می کردند که مبحث تاریخی ما به اون زمان و تاریخ میان رودان نیست و نمیخوره. در همون زمان در ایران به طور میانگین هر 10 روز در این منطقه جغرافیایی هر 10 روز جشن و پایکوبی انجام میشد. واژه جشن از واژه یسن در زبان اوستایی گرفته شده و مثلا در نوروز 19 روز بدون وقفه جشن داشتن. هر ماه یک جشن، هر فصل یک جشن که باید به تفصیل به اینها بپردازیم. جشن نوروز یا جشن رستاخیزی که از پیش از ورود آریایی ها به ایران رواج داشته، با ورود این اقوام رنگ و بوی تازه‌ای گرفت. این جشن از روز اول فروردین تا 5 فروردین به نام نوروز کوچک نامیده میشد و از روز 6 فروردین جشن نوروز بزرگ آغاز میشد با جشن خرداد روز. خرداد موکل آب هست در آیین آریایی و این جشن خیلی با شکوه برگزار میشد تا 19 نوروز. برخی فکر میکنن که نوروز همون 5 روز و 6 روز اول بود برای آریایی ها، که این اشتباه هست. تازه از روز 6 جشن‌های مفصلی آغاز میشد. مراسم‌هایی همچون کاشتن گندم، چیدن سفره 7 سین، بار عام نوروزی و میر نوروزی و کوسه برنشین هم شامل همین جشن‌ها بود. ایرانیان هر ماه سال یک جشن به افتخار همون ماه داشتند، مثلا جشن فروردینگان یا جشن اردیبهشتگان. برخی جشن‌ها هم مثل مهرگان 3 روز ادامه داشت. یه جشن‌های 6 روزه در طول سال داشتن به نام گاهنبار که 6 روز ادامه پیدا می‌کرد. مثلا جشن میدیوشم از 15 تیر ماه به مدت 5 روز بعد ادامه پیدا می‌کرد و جشن آفریدن آب به شمار می‌رفت. این جشن‌های گاهنبار 6 بار در سال اتفاق می‌افتاد برای ایرانی‌ها و 6 زمان مشخص داشت. جشن‌هایی که در رابطه با آتش بوده مثل جشن سده و جشن چهارشنبه سوری که بسیار رقص و پایکوبی داشته و عموماً در کنار آتش بوده و به احترام آتش بوده. جشن سده جشن پیدایش آتش در میان ایرانیان بوده و جشن چهارشنبه سوری جشن پاکی آتش بوده. علاوه بر اینها آریایی ها در یک روز از ماه به نام همون روز یک جشن یک روزه داشتند. برای مثال جشن اردیبهشتگان روز 3 اردیبهشت،
جشن خردادگان روز 6 خرداد ماه و غیره. از جشن‌های دیگری که اهمیت کمتری داشتن مثل جشن سروش روز در 6 فروردین بوده که سروش روز در میان جشن‌های نوروزی واقعا گم شده. جشن آبانگاه در 10 فروردین که به سرنوشت سروش روز دچار شد. دقت کنید، جشن آبانگاه، این جشن با جشن آبانگان در ماه آبان متفاوت بوده. 2 جشن خزانی داشتند ایرانی‌ها، یکی در 8 شهریور ماه به عنوان خزان نخستین و دیگری در اول مهر ماه به عنوان خزان دوم که خیلی مورد علاقه مردم به خصوص کشاورزان که طبقه بزرگی از مردم رو تشکیل میدادند بوده. جشنی داشتیم به نام سیرسور در 14 دی ماه. جالبه بدونید که گیاه سیر بسیار برای ایرانیان مهم و تا حدی مقدس بوده. این گیاه در سراسر ایران استفاده می شده و در این روز به خصوص و اختصاصی بسیاری از خوراک‌ها با انواع سیر پخته می شده و استفاده می شده. جشن دیگری که ایرانی‌ها داشتن جشن بدیکان بوده. این جشن از بین بردن موجودات زیانبار بوده. این جشن روز 15 دی ماه برگزار می شده. جشن بدیکان یعنی 5 روز بعد از سیرسور. سیرسور روز 10 دی ماه بوده و بدیکان روز 15 دی ماه. همینطور که مشاهده میکنید یک به یک جشن ها می اومده. دقیقاً 1 روز بعد از اون در روز 16 دی ماه جشن گاوگیل بوده برای ایرانی ها. جشن بادبره که به افتخار باد یا نسیم بوده بعد از اون می اومده. جشن شب یلدا رو داشتیم یا شب چله که برای ایرانیان بسیار مقدس بوده و این شب رو ایرانیان جشن زایش مهر میدونستند، زایش میترا میدونستند. نوروز انهار که در آخرین روز نوروز 19 فروردین انجام می شده، جشن بمو که این جشن رو مانویان گرفتن و پس از اینکه ساسانیان مانویان رو قتل عام کردن و از بین بردن طرفداران مانوی رو، این جشن رو گرامی نمی داشتند مردم و ساسانیان و از بین رفت و به مرور منسوخ شد. در بخشی از تاریخ، در اونجایی که به تاریخ ساسانیان میرسیم، اگر عمری باقی بود و این کانال با حمایت شما ادامه پیدا کرد، حتما به این جشن میپردازیم و این اتفاقهایی که بین ساسانیان و مانویان افتاد. جشن نیلوفر بود که در 6 تیر ماه برگزار میشد و چون گل نیلوفر آبی برای ایرانیان بسیار مقدس بود این جشن رو برگزار میکردن. جشن فرورگان در 19 هر ماه که جشن درگذشتگان بود و جشن نوسره در 35مین روز آغاز زمستان برگزار میشد. تا اینجا کار رو داشته باشید و ما یک قسمت دیگر رو باید به جشن‌های ایرانی بپردازیم، جشن‌های 12 گانه‌ای که باید بهتون توضیح بدم که هر کدام از اینها به مناسبت چه اتفاقی برگزار میشد. لایک و سابسکرایب یادتون نره. شهریاران ایرانی ما رو به دوستانتون معرفی کنید، دوستانی که علاقه‌مند به تاریخ هستند. تا دیدار دیگر ایرانی باشید.